یو گایز گپین هستم، خیلی خوشی اومدی به ادامه کریر مود جذاب تیم میلان بدایی محمد. امروز اومدیم بچه ادامه کریر جذاب داشته باشیم. بچه بازی‌های مکی داریم. از همون اول کار قراره با رئال مادرید شروع کنیم. بسیار پارت قراره قوی شروع بشه و قراره سرویس بشیم. خلاصه هیچ همراه من باشین. قبلش فقط لایک ویدیو فراموش نشه. بقیه ویدیوش الان دست این گل ویدیو بالا که تو کانال ما هست. ببین ازشو ببرید رو معطلی. Let's go baby. بریم برای بازیش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله میگیم اول پارت. امید خدا بریم چی میشه دای جان. ان شاء الله ببریم بازی رو ببریم دای جان. که بازی رو باختی داشت دنبال پیروزی در زندگی باش. کت ملی میخواد داداش، کت ملی حتما برای شماره شبانه میخواد. شماره حاجی راستی بچا برم بانک، فردا بانک بازه حاجی، برم بانک حاجی فلان اینا. بچا فردا بانک بازه. بریم برای نداداش پیروزی رئال علیه میلان نیست، اینجا پیروزی میلانه داداش. داشته ماشینت آ90 ال90 داداش یا آ90 موبایل، البته آ90 موبایل نبود. باشه آ90 آخه ماشین بعد آ90 از کجا بود؟ چرا باید اونای سیمون ویکس باشه؟ نه داداش از اول جام اسپانیا گل نخورده، امشب هم گل نخواهد خورد. سلام فودن نمیدونم تو زمین چیکار. سطح فودن داداش چرا توپ لو میدی داداش؟ ایسا داداش میخوام برم ببین سرویس دارم. بازی جذابیه، جذاب. صدا بده به من. عالی. بده بال بده. ایستاده بوده توپو گرفت. داشتم صدا زیاد میکردم توپو گرفتم. چقدر من قوی ام. بوده رو عقب ژوانه میتونه اونجا. بابا ساکا میکاره فرصت فیلمو. بابا بزن دیگه. نمیزنن نای مژگی هاجی. خوب بازی مژگی. روبن دیاز تو دفاع. بازیکن من خریدم. به خدای من الان این وضعیتی که من دارم بابا بیا بعد اون ور گوباردیول. بده بال ورده اوزیمن. بده بال ورده بابا ساکا. با پشت پا عالی. خود بابا ساکا یک و دو. حالا کامل میشه یا نه؟ ساکا کنترل نمیکنه و کارراست توپشو زد. چهاردومی بازی. یه دوری باش بزنیم داداشی. داداشی چی شد؟ الان من داداشی شدم داداش، الان دایی بودم. فرصت بریم چه خواهند کرد؟ فدریکو والورده، فیل فودن، ارسال فودن، فرار اوسیمن. موقعیت باید بریم به کجا خواهد رسید؟ اوسیمن، فیل فودن، مکالیستر کورنر خوب میفرسته. موقعیت دیاد هند. آقا هند، آقا خودمونیم هند دایی جان. هند بلند ضربه رو کورتوا خواهد زد. سوار بازی بودیم خداییش در برنابو، سوار بازی بودیم. توپی گرفت مک اوسیمن، مکالیستر. وای توپی که خودش گرفت خودش تقدیم کرد. ضربه زد. فیل فودن، آردا گلر، خود امباپه، کاماوینگا، وینیسیوس جونیور. پاره راست خطرناک در محوطه. فرصت برای گل زدن. چیزی دوناروما کاری نمیکنه جز نگاه کردن. ارسال بلنده اوفه میکنه خطرناک. توپ دفع میشه. فیلینگام. حالا بابا ساکا میریم برای یه ضد حمله با بابا ساکا. کاماوینگا مقابلشه. خود ساکا ارسالو ببین چه پاسی میفرسته اونور. فیل فودن کنترل. مکالیستر، ساکا اضافه میشه. موقعیت میریم برای گل اول. وای مرسی دونیشن. مرسی هرمس. متشکرم بیبی. مرسی عزیزم. متشکرم هرمکس جان. بابا مرسی وقت صد دونیشن دارید. آقا قلب بهت هرمکس. گوشیم شارژ شد. خدا شکرت. خدا شکرت داداش گوشی شارژ بشه. انشالله گوشیت داداش 100% بشه. یه نکته بگم. ولش کن نکته واجی دیگه بحث فلسفی نخواستم شروع کنم. بابا مرسی بابت دونیشن داداش. متشکرم زیاد. بودن هند. عاقبت دونیت دقیقاً آجی همینه. دونیت بچه‌ها میذارن وسط بازی حساس میذارن. بعد من بازی رو میبازم بعد میاد تو کامنت ها من میگن نوب.
حالا تقسیم منه مگه. Now a decent position. آها This آها is the game. بابا اینو چیکار؟ Just knocked it out of there. Yeah, a big boot up the field. You can't argue with that, can you? وای And that is that. چطوری همین رو تنگل شده نشی سلوگ آجی بد گل اون من توپو زدم بیرون همونو دونه چونی اومد این گل خوردیم واسه دونیشن نایدانجا ما خیلی درد داشت جایی گل درد داشت بده من بابا من الان نباید این بازی رو ببازم من با این تیم میخوام ببازم یه مردم دونه میگیرن گل میزنن من گل میخورم Now with Alexander Arnold. بابا مرسی اشتراک اینو مرسی وات اشتراک با امیر حسین الان گل دومو میخوره Entering tussle from La Liga coming up for الان گل دوم میاد It's Real Madrid. مرسی بابا قلب بهت داداش متشکرم Very quick thinking بلند شو there. آقا من تشکر دونیتا رو میذارم بعد بازی تو رو خدا Breaking at pace. Potential danger. یک و دو Productive pass. بابا این خیلی مشگیه Well, that attack collapsed. چرا مشگی ها اینا اینقدر قوی هم بعد مشگی های منش کاری نمیکنه Promising pass. Is it going to be? بودن Real excitement here. The equaliser. رو خوشحال گل وایکینگی رو لوکمن میاد به جا فودنی که گل زد طلایی باشم بچه ها So underway گل again زدم following the goal that made گل things زدم نه Camavinga. مرسی چطوری آرمان آرمان و آرمین و Final half hour. وایکینگ باشه دایی چاکرم داداش And Real's creative tendencies coming to the fore. تمیزها باید وارد شه Substitution for Real Madrid. من که میدونم داداش بچه‌ها دونیت کردن گل بخورم کامبک بزنم خوشگل‌تر شه بازی آره الکی الان گل دوم می‌خوری داداش می‌فهمی خوشگل داداش بال Really good diving save. مرد پیش من With accuracy. گل نزن داداش He would like to have back if possible. این که بدم میاد از پاکتا النگا رو میارم تو النگو به برادر استارت زده Victor Osimhen. زیمن النگا موقعیت النگو موقعیت خود النگو همه رو به هم میزنه و And every sinew to get there. Сука, сука. بابا сука, مرسی Сука, блядь, сука. این هم یه آزمایشه Сука, blядь. مرسی сука, هرمک сука, نوبت блядь, 20 دونیشن сука, داداش مرسی Сука, блядь, сука, blядь. متشکرم بیبی خواستم این دفعه گل بزنم آجی بخاطر دونیتد موقعیت خود النگا چقدر قشنگ کار میکنه النگا این ضربه توی دروازه His team precisely what they were looking for. Now he deserves to رو این دفعه celebrate. دونیت زدیم گل زدم مرسی هرمکس داداش متشکرم بابت 20 دونیشن النگو داداش گرمه داداش گرمی حساب کیلو که داداش حساب نمیکنم تعویض‌ها طلایی هست خدا شکرت مرسی هم مژگی بازیکنان مژگی کار در آوردن در نهایت خب رودریگو هم اومد حرکت کرده رودریگو یا حضرت عباس And running بده free here. بدم بکش بابا بنازمت Attack fizzles out. لوکمن رو به جلو با اوسیمن بازی میکنه خود اوسیمن میبره اون طرف بریم لوکمن چه خواهد کرد لوکمن جوانه بده چه قشنگ پیدا میکنه موقعیت خطرناک لوکمن همینجور شانسی و رندوم لوکمن Palmed away by the keeper. چه توپی رو گرفت کورتوا Touchline. Well, Real Madrid are going to make the change. خود لوکمن ضربه سر رو میزنه فدریکو والورده The defensive intervention آی there. پام گرفت Could catch them on the break. حمله خطرناک با من خود خطرم داداش هم میگن دایی خطر اوسیمن موقعیت اوسیمن Really excellent piece of goalkeeping, and that's what they needed. آقا بگیرش بذار بگیرش بازیکن بگیر بزن تو دیگه بزن تو پایان رو من چی بزن زد چی دارم میزنم اذیتم Madrid attacking, and they have to give it a go with time not on their side. جب داوری ها
بابا داوری قبول نیست بابا این همه دفاع ارسال دفت میشه تو حالا نزن تو من برم خب کردی؟ Yeah, both teams give absolutely everything. There was a real بریم بازی بعدی. intensity to the game, but I think the moments of quality just بریم حالا ادامه زیبا. چرا نپذیرفتی؟ چیو داداش؟ چیو؟ دوباره الان من بگی شما تو کار تولید محتوا هستی؟ نه داداش من مشی دنبال چیزم دنبال این لقمه شام نداشت لقمه شام بخوریم شام میخوام هندونه با نون بربری بخورم نیم. ای بابا ای بابا دای چی شد؟ دای بردم بازی هادی خیلی بازی زیبا بردم هادی عالی بود مرسی بابت قلباتون چت. پول دست هم نگردم بخاطر انرژی که میدیم داداش من نوکرتم کمان باتی کماندو یه چیزی یعنی ببخشید تگ بذار آجی تگ بذار یه ذره انرژی من جون میگیره انرژیم جون میگیره تا وقتی از داداش چیزه آنجلوتی بود سنش زیاد شده آنجلوتی ورژن پیرتر هم خودش شام نه حاضرم تا ابد داداش من شام بخورم شام بده من بخورم شام بریم گل بزن شام میخوام من شام به من بده مگالی شام بده دای شامپو شام داش من دیوونه من ردم مشتی دیوانه هم دایی جون رو وایکینگی رو ساکا بابا ساکا مرسی ساکا همین چهره بابا ساکا یا همون باکایو ساکا ازش که خب استارتو میزنیم بازی قوی شروع شد از این گل زدیمش بعد یعنی ایموجی اضافه کنم توش رو برام مشی دوناروما کلینشیت هاشو عالیه انجام میده دوناروما به دنبال چه هست خود دوناروما رامین نزا و زیمن و یک و دو حالا کامل میشه بریم به کجا میرسه هنز ساکا و سیمن تاپ دونیتو میخوای بزنی داداش بزن دیگه 10 تا 500 بزن همینجور بزن حالا نمیدونم تاپ میشه یا نه نمیدونم مرسی گل از بازی اسکیپ کنیم خیلی دنبال این حرفا نیستم دادا اسکیپ میکنم بازی 2-0 رو به 3-1 ژوان هم گل زد ژوان آره این زن ژوان گفته بود به اسطورتون بگید مرخص شه رونالدو رو میگفت تو جام جهانی خدا صبونه روم میزنم حاجی من اونجا چه رژیمی من میگرفتم اینقدر زاویه فک که من داداش اونجا جذاب بود من نمیدونم حاجی اون دوره من چه رژیم الان زاویه فک چطوره خیلی خوش تیپ بودم حاجی داداش نمیدونم من تاپ دونیتور نمیدونم من داداش دقیقاً تاپ دونیتور دل من بعد خداست چیزی یعنی آره جفتشون مرخص میشن چی جوان رسمی یاره حواسم نبود انشالله همین حسین جان انشالله سیبیلو بزن داداش سیبیلو که من با 40 میلیون دونیت هم نمیزنم شاید بزنم 140-50 بزنیم شاید سیبیلو بزنم نمیدونم بستگی داره حاجی به موقعیت مثلا تو دونیت بنویسی فقط مثلا 40 میلیون دونیت زده باشه بنویسی زیرش سیبیلو بزن اون شرایط بررسی میشه حاجی اونم حتمی نمیگم بهتون چون خیلی من سیبیلو بزنم فکر نکنم دیگه درات هنوز خوش تیپی نوکرتم داداش نه اون موقع داداش من رژیم هم فکر کنم عالی بود دای 5-1 بردی کدوم بازیو داداش مهم اینه آدم دلش برنده باشه زندگیو برادر ببری برادر زندگیو برد بابا مرسی ارمکس بابا تو کجا بودی تو کی اومدی تو برگشتی برادر بابا قلب جیگر من بابا قلب مایی بابا مهربون بابا لایی بابا قلبت بابا متشکرم داری چیکار میکنی مرسی جیگرتو من بخورم فرصت و سیمن بزن این گل تقدیم به تو
chance to score. Such a good chance, guy, and he'll be frustrated missing چه that. داره تقدیمم خیلی بلند بود و رد شد. بابا قلبت داداش، مرسی حاجی. چقدر لطف داری به ما داداش، متشکرم هرمکس. خوش برگشتی به استریم خودت. توپو زدن داداش بره خونه‌شون دیگه. گفتم خب چی تقدیم می‌کنم. گفتم تقدیم می‌کنم. نه حالا گل داده. شاید توپو می‌خواستم یه توپ از درجه یک بفرستم براش دیگه. آره. قشنگ داریم تیک و تاک انجام میدیم. قشنگ مشخص مربی پپ گواردیولاه. بده والورده بده. It's a decent stop by the goalkeeper. توپ افتاد خونه‌تون. پرنده رو او مای گاد، پرنده رو هدف نگرفتم. میگه پرنده پنالتی هست. Has seen that as a داداش پنالتی دیگه، آوانتاژ میده پنالتیو داشت. اون داور پنالتی رو آوانتاژ بده. Well, they got the deal done and توپا now it's داداش back ما to یادم میاد زمان با این توپا شبیه هندونه بودن بازی می‌کردیم. البته من که بازی نمی‌کردم داداش، من ما توپل بودم. مثلا من می‌خوردم رو توپ می‌ترکید. پاورشوت انقدر نزن. انقدر پاورشوت میزنم داداش تا hang on, Sue, they're in. با زیر بغلش گرفت. دوناروما با زیر بغلش توپ گرفت حاجی. زیر بغل تو به قربون بشم داداش. زیر بغل تو با چه یعنی؟ زیر بغل باریکلا. عالی، بده والورده. ژانه به حرکت ژانه بذار ببینیم. فرصت را میندازه فیل فودن میزنه. اوسیمن. A heroic stop. بریم برای That's a foul, and that's a دیگه عوض شد داداش. دیگه الان گل بزنم وایکینگه. نه for 1-0. بیا این توپ تقدیم به هرمکس. Really poor kick. It really is, guy. He gets it all. You've got هرمکس امیدوارم اگه قبلی نرسیده بود این یکی هم برای خودت. این یکی مال خودت. نه لیزر زده بود. Confident push Right. forward. یا زده پاس. Well, it did look promising, but threat averted. جلوگیری هست. Yeah, you can see that they're a really well coached side. دایی محمد اوسیمن ببینیم چه میکنه. اوسیمن بابا ساکا توپ میخواد. خود بابا بودو دیگه. Could lead to something. That's out of play. It'll be داداش thrown. پرنده ها رو یه ذره باشون ناراحتم. Real chance. بابا بزن یه دونم تو گل دیگه. چپ و راست فقط میزن آسمون. سه تا بزنم. As the ball gets rolling again. سه تا رو داشت صبونه میزنم. وایس بنم حالا مثلا بازی 1-2 2-1 ببازم. پرنده کجا میزنی؟ Cleared away and behind for a corner. داره خوشدیبی؟ نمیدونم مش خوشدیبم. Played into the box. رفتی هند بابا هند نه من موقعیت برای پانیچل. And if there were any nerves, they didn't show. A well-taken penalty. So it's 1-1 as the ball gets rolling again. ساکا بابا ساکا تکنیکش خوبه. Got the cross in. Decent looking attack this. مکالیستر تو چه تکنیک مو خفنه ما. مکالیستر اوسیمن هالند Away میخواست. beyond the touchline. Throw in. اوسیمن یاد بگیره. آفرین دقیقا. Really well won. Yeah, spot بابا اینا قوی هستن بچه. تیم اسمش هست رئال مادرید کرواسی Another game. سبزه. نه RCSA رئال مادرید کرواسی سبزه. آجی تیم قویه. تک برو رو پاش. Nice one, Alex. Thank you. نزدیک من نشو جیغ میزنم. نزدیکم بشه جیغ میزنم. اوسیمن Terrific chance. Oh, این اگه من تونستم رئال مادرید کرواسی رو ببرم نداشت. ارسال بلنده خطرناکه. hurried clear. والورده هند بودن هند بده والورده هند. Bit of blocking. این دیگه واقعا هند بود آقای داور. 7 دقیقه وقت اضافه گرفتی. مگه جام جهانیه؟ The end of the first 45 minutes here. چطوری صد را داداش میگه سلام بر بهترین استریمر آپارات. خود یه تگ منو تو نواب بذاری داداش. گذاشتی رسی ببخشید. اون ته اسمت بود نیدم تا بیام اونجا رو بخونم آجی جمله رو گفته بودم. Underway again with the استراسبورگ رئال کرواسی سبزه. استراسبورگه داداش نمیتونم این رئال کرواسی سبزه رو ببرم.
دایی داشتیم نه عزیزم نداشتیم قربونت بشم بذار برای گل بخرم منو ببخشی برای گل میخرم برای منو ببخش برای گل میخرم نه برای گل میزنم برای گل میخورم دایی گل دیگه دایی بده بال بده برای گل میزنم آجی گل میزنم اوزیمن فدای تو فدایی داری فدای تو من و تو رو وایکینگی رو یه خوردادی به روایت تصویر معلوم نیم مودمون چی آجی گل رو بگیر بابا منفیس دیپای وارد بازی خواهد شد بالاخره برادر من نمیدونم اوسیمن خوب هست بد هست دیوانه هم من دادش لا 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 یه آهنگ لالایی آجی پیدا کردم برای نوزاداست اینقدر خوبه با هم میرم باشگاه حتما باشگاه خیلی آهنگای خفنی گوش میدی نه الان براتون پلی میدم منفیس دیپای رابینسون رابین هن خدا وکیلی جدی میگم امیر پاتریک باشه دایی بابا رابینسون توپو میکوبه به سینه پاولویچ تبدیل میشه به ساندویچ حرکت پاولویچ ساندویچ اشتباه میکنه خود پاولویچ یه تکل میزنه ساندویچ با کاش کبوتر میبودم باید یه سینما آشپزی من برم براتون خدا اوسیمن واقعا زش هست برو بیرون خجالت بکش داداش از هیکلت علنگو میاد لای 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 بخواب دیگه دایی خوابای خوب ببینی پاولویچ بابا رئال کرواسی سبزه برد ما رو باورم نمیشه حاجی یه روز من به رئال کرواسی سبزه ببازم مرسی علنگو جدیدن تعویض صلاحی این علنگو استراسبورگ بابا خدای رئال کرواسی سبزه اصلا قشنگ‌تریه بیاید منطقی باشیم گل میشد خدا وکیلی جیغ میزدم ولتاژ بالا ولتاژ نداریم اینجا منفیس دیپای سطح منفیس دیپای این کیه؟ همه اینا شبیه اولیزه نکن بیا اولیزه همچنین گل میخوریم میبازیم بزن رو تکل عالی لای لا لای لای لا لای 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 آره دو بار حاجی پنالتی بگیر With time running out, can they take advantage from this corner? Played into the box. Cleared away, but not with conviction. تمام شه بازی دیگه بابا بزن تمام کن بازی Of the highest caliber. And that's the final whistle. A positive result, at least as far as the home fans are concerned. What did you make of their performance? ستا ندادم چرا پنجا زدی؟
زده بودم. بابا مرسی قلب. آقا قلب برای هرمکس بذارید تو چت. بابا قلب بذارید. بابا قلب بدید به هرمکس. حاجی بابا مرسی متشکرم. مشی بابا بوس به کله ملت داداش. بابا تو لطفت خدا تو رو فرستاد برای من داداش. هرمکس بابا کلت رو من ببوسم. نوشرتم میخوامت کیلومتری ایستادم به احترامت داداش. چاکرتم یادتم بس. چی شد؟ یعنی چی بردیم باختیم؟ چی شد؟ بازی چی شد؟ بردیم بازی رو داشت ببینم. آره فردا رو نگفتید چی فردا بانک بود. جا ما ندین آقا. یه دونه ما اینجا رئال کرواسی سبزه میخوایم. یه دونه آیدی رئال کرواسی سبزه تیپی تیپ. کار آرمینه. آی نوشرتم. باز خدایی میگی؟ شوخی نکنی من 8 صبح بیدارشم برم آجی تعطیل باشه. کاراتم کنی. خب این چه تکنیکیه تو داری؟ تکنیک این چه تکنیکیه؟ ایمووی این چی رو ایمووی؟ بابا بیا برو داداش. بیا برو یه جا دیگه. بابا بیا. ای بابا داداش لاتزیو اسم طرف بالفعل صدا اومد. اگه تونستی 4 تا به تیم بزنی 70 میزنم. بابا من چاکرتم داداش. تو چقدر مروت داری به من. مروت دیگه نمیدونم چیه ولی یه فعل اسمونم قویه. فودن ارسال خطرناک. یا حضرت عباس ساکا بابا خودش گل شد. گل خوردیم میگه داداش. اینطور گل خوردن که گل قشنگی بود. غیرت. آفرین از غیرت میاد. رو من غیرتی هم بچه‌ها. بیا بیرون نترس. عالی. دا اون رو ببین. فودن رو دیدم رو هوا دیدم. فودن ارسال و زیمن کنترل این ضربه. اوسیمن داداش میره وسط زمین. این زد واقعا. لامصب باشی. راکت باشد. راکت. داداش این تیم خوبه. ماشی این تیم چیزه دیگه. تیم لاتزیوه داداش. لایسنس نیست. عالی. عالی. ارسال پیل بوده. چرا چه خبره مگه الون؟ دفاع داداش دفاعم عالیه. دفاع من روبن دیاز گواردیول زوج منچستر. دفاع اصلا منچستر سیتیه داداش. بچه‌ها هم میاد واقعا تمیز پیدا میکنن. پپ اینا همه نشان پپه. پپ. وای مامان. وای مامان نه. وای مامان. هی وی. بابا بزن زیر توپ دیگه. عجب بود واقعا. دفاعی محمد رسولی داده. محمد الان من با این وضعیت دفاع ما رو ببین. ساکا چند قشنگ گل انجام شد. خود بابا ساکا. بابا اوزیمن. با تک بزنش. ناراحت هم آجی. چقدر تیم قویه. یا ما ضعیفیم. البته ما نباید ضعیف باشیم. 400 میلیون دلار من خرج کردم. خودمونی ما. عالی. مربی اسپانیا بشه الان که جام جهانی تمام شد. داداش دفاع من کلا آدم میدونی مخفی کاری. بازی مخفی کاری و بازی دفاعی داداش ضعف دارم. تو فوتبال تو بازی دفاعی
توی ژانر گیم تو بازی‌های مخفیگاری. این دوتا ضعف منه. به همیشگی من بوده. من توی هیچ کریری واقعا دفاع ما مستحکم نبوده. راست میگه. یه کریر بگو من دفاع مالی باشه. بارسلونا تمام شد رفت. اسم میگه آجی اونجا بستنی انقدر خوب دفاع میکنه. زوج بستنی کوبارسی. ساکا چرا قشنگ واقعا هم دیگه رو پیدا میکنن. من البته پیدا میکنم. من لوچمن کورنر میفرسته اوزیم. روبن دیاش ساعت نوز. بعد این بر اون طرف این یارو تاور گل میزنه به ما. تاور مگه نمیشه برج برادر؟ بازیکن برج اسمش. مثلا تو خونه زدم برج بیا صبحونه بخور. برج بابا امتحان داری برج. 3 تا 4 تا گل گفتی بخور یا بده. جدی بشین. جدی میشیم. ای برج سر برج میریم که سر برج رو عمل کنیم. سیمونز دفاع نیست که. رئال 2017 واقعا رئال 2017 میاد 3-1 کشنده بازی کردن. الان واقعا بعد 4 تا گل بزنن کامبک کامل بشه. آقای داور آقای داور چجوری 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 هاو هاو دروازه‌بان بود آقای داور. دروازه‌بان بود آقای داور. علیه علی 2 دقیقه تو رو خدا هنز نباشه. 2 دقیقه داشت دلق داشت گل بزنیم ببریم. Moving it around nicely here, on top and in control. Just a little untidy. چجوری هنده پا This could get interesting. هنده پا آقای گندوزه‌ای حاجی واقعا قویه. واقعا خوبه. باریکلا 4 تا گل خوردم. ارسال واقعا تمیز. ما هم خوب بودیم ما هم واقعا خوب بازی کردیم. والورده رو دادش مکو گندوزه‌ای دادش. من سالت تو اینجا بازی میکنی. سرعت ایرنگو بیجوری این الان گل نشد. آلتیمیت دیگه نپا. واقعا منم سواله چجوری اون تو گل نشد. اینقدر بدشانسیم تو پای میلیمتری هم گل نمیشن. کسی داشتیم ما نوسیلین کیه داداش؟ پینیسیلین مگه آمپول نبود؟ هتریک کرد جلو من. پینیسیلین جلوم هتریک کرد. خب من به کی بگم؟ لاتزیو داداش بسته با اون جادوگر قنایی به خدا داداش. ناپولی شاید باورتون نشه صدر جدولم هنوز. اصلا ماشین باد زد. باد حاجی سریع به 14 کیلومتر بر ساعت رسید و اون توپ گل نشد. آقا ناپولی رو تحقیر میکنم. وایس ناپولی تحقیره. صدر جدول نیستیم دیگه. شاید یه بازی کمتر داریم. تحقیر در انتظار تیم شانس 100%. شانس نداشتم داداش. من اصلا دیوانه‌ام. من اصلا اون دنیا. ناپولی قراره تحقیر بشه چت. ناپولی قراره تحقیر بشه در حد تیم ملی. حالا وایس من یه آبی بنوشم. بعد اینکه آبو نوشیدم موبایل خود را ورداشته و
گوشی خود را در دست میگیرم. بعد اینکه گوشی خود را در دست گرفتم در این حال که گوشی من در دست من بود و داشتم اینجا بودم یه رفرش میزنم به گوشی خودم. بابا اوکی دو چی میگه اومده رو دست داره میرقصه. بابا هرمکس مرز اومدم داد دونیشن دایی تو چقدر به ما لطف داری دایی بابا من اصلا چالش تو فیل داداش من شکست خوردم چالش تو باختم به خاطر آبروی کریتوس به خدا مگر بابا مرسی هرمکس آقا قلب بدید داداش یه قلب دیگه بدید داداش این هرمکس من نمیدونم ماجی من جیگر تو رو بخورم نوکرتم من بابا من نوکرتم بابا مرسی خوده ارسال خطرناک هست میریم برای تحقیر ناپولی و تقدیم این پیروزی به هرمکس شخصا Sue, what are your expectations for today? Well, I'm sure both managers will have given them the final instructions. Go. Oh, Sue, this looks promising. And a goal it is. No. بابا حالا بسته من قلب ندید داداش چتا رو داشتم میخوندم چی نوشته بود؟ یکی چی نوشته بود مرسی قلب یه میگه قلب بدین یه میگه قلب نذارین یه میگه بسته قلب یه میگه قلب بدین خوردادی هم نه کیو داداش دیدم ندیدم دیگه نرفتم بعدم میبینم حالا عجله داری مگه عجله داری ببینم بده به نفش پاس بده این کارم میکنه فیل فودن بابا فقط ماشاءالله قوی هست ماشاءالله خیلی قوی هست هویلونده حاجی هویلوند هم میشه هالند هویلوند بچه ملیتش کجاست جام جهانی نبود جهته بابا هرمکس داداش خیلی یامانه داداش به خدا مشی خیلی خفنی حاجی اوزیمن حضرت عباسی بدشانسم خدا شاهده بدشانسم هم مگه میشه دانمارکیه یارو دانمارک نبود تو جام جهانی ارسال خطرناک دیاز چیکار میکنی نویز داداش دنبال چی میگردی ترکیب اومده برو یه نگاهی بکن داداش اینقدر زود ترکیب اومد چه خبره اینقدر زود بچه ها داداش مگه عجله دارن بازی بکنن هویلند پس دانمارکی بود میگم داداش من دیده بودم اینو توی شهر ژیبژاب اونجا توی دانمارک ژیبژاب اونجا بودم باش شام میزدیم ما چقدر تمیز یک و دو انجام میشه و دیمن تو مالید گل مالش میخواست اتفاق بیافته که نمالیدیم بودن ارسال خواهد کرد موقعیت و دیمن هند آجی هند دیگه داور شبیه فلفل میمونه سوئیسه؟ سوئیس زندگی میگم سوئیس داداش بودم اتفاقا سوئیس هم بودم دیگه حالا چرا صداشو در نیار بودم دیگه داداش چرا اذیت میکنی چی میگه میگم بودم دیگه سلام عزیز با چی رفتی تو گیم با کامپیوتر دی بروینه میندازه اون طرف بابا ساکا امروز هیچ ندیدیم این چهره رو ساکا ارسال فیل بودن چقدر گلای قشنگ دارن میزنن نمک هم دای سوئیسی سوئیس خوبه البته سوئد هم خوبه آجی همه چی خوبه سلام دارم خانواده خوبه من تعویض چی بیارم رندوم دیاز برو بیرون همجور رندوم رونالدو فیکس نیست
چی رونالدو فیکس نی کوکاکولا تبلیغ میکنه اونجا. بزرگترین قطعا بزرگترینه. چرا مهمترین و بزرگترین قطعا فیناله داداش امشب یه جورایی. بر من باور کنید آجی، منو باور کن فینال امشب. منظورش یه چی دیگه است. منظوراتونو بد میزنید منظوراتونو. تحقیر حساب میشه داداش دوتا گل یا بیشتر تلاش کنم. نیاز به تلاش بیشتره یا داداش تحقیر حسابه. نمیدونم بچه تحقیر اگه حسابه بگین من یه ذره دیگه بازی لذت ببرم. فده والورد را میندازه فودن رو تحت فودن. تحقیره این. هویلند هویلند هم واقعا مهاجم خوبیه. باریکلا همین چهره هویلند اگه گل بزنه به ما بده. همه بدن ما خوبیم. سیسی ساکا بابا باید راه بندازه فودن داداششو. حالا نمیدونم چیه. آره دیگه داداش من خوب بازی کردم بچه‌ها، من اذیت نکن. لوکمن بیاد تو زمین. نمیدونم ژاوی سیمون پاکت ها رو هیچ بازی ندادیم. پاکت رو بازی بده. سیمونز عالی. سیمونز من نمیدونم چرا خیلی کم بازی میدیم. سیمونز هست عالی هست. هویلند خطرناک. تکشلو برو پشمام. بودن اوزیمن میزنه یا نه. والورده کنترل حرکت. واقعا بچه‌ها میلان یکی از تیکی تاکی ترین کریرامونه. قشنگ ترین کریرمونه. اگه گفتین چه کریریه پاس گل میدن. بله آفساید بابا آفساید. پاس گل دادم رسما. خود النگا تکنیکش واقعا نابه. النگا میبره اوزیمن. فرصت چه کار میکنه اوزیمن اونجا. خب تحقیر بشه ولی خب حالا احتمالاً 2-2 بشه. تومنی واقعا بازیکن خوبیه. النگا اون طرف بده والورده رو به جلو. بده والورده چه میکنه النگا و اوزیمن. واقعا جرمی دوکوه باشی امشب. آره دیگه مطمئن باش امیر حسین تضمین میکنم. دیشب بهتون نگفتم نروژ میاد بالا. حالا یه بار بگو دایی یه پیش بینی کرد. لوکمن رو به جلو النگا. النگاه بالاخره دایی جان. خوبه سرعتش. باریکلا به این بازیکن. پشمام. تحقیر حساب شد نه 4-1. نه تحقیر کامل بودا. نه ماشی من برام اسپانیا آرژانتین و یامال و دوئلش. دوئل بابا یامال مسی دیگه. آره همون. آره چی شد الان بازی با نیوکاسل یونایتد. شیشم اینجاییم. آقا بازی آخرمون با نیوکاسل یونایتد بریم. مثلا این در اصل نیوکاسله. خب میشه قلعه جدید دیگه. آره نیوکاسل قلعه جدید. من نمیدونم اون داستان چیه. من داداش تو ورزشگاهم راهی هم خودم بارسا داداش. من مشی اصلا برو حال کن. خدای بازیکن خوبیه. بعد فیکس بازی بدم خیلی قوی میشه. دایی اسکیپش کن بابا. بازی قشنگه با نیوکاسل دیگه. آنتونی گوردونو داره. این کی من جای داره داداش. کی من جای داداش.
to the frenzied expectation. بهترین. A warm welcome to you. At least we know the pitch. فقط میگم راهی هم بارسا داداش. میفهمی؟ منظورم رو نمیفهمی؟ ساکا. خدایی الینگا از ساکا بهتره. من نمیدونم چجوری این 250 میلیون اون مثلا 80 میلیون. هچلی. چه پاستی داداش، من حرفه‌ای فیفا بازی میکنم. من حرفه‌ای باز کی بودم با فلش ارسال پاس انجام دادم. فلش. با چی دایی پاس ارسال کرد؟ فلش. با چی؟ فلش. با چی؟ فلش. This is today's Newcastle United lineup. Yeah, they're playing a 4-3-3. The front three are going to need to link up well and make sure. Going for it. Ooh. Oh, that's brilliant. Super shot. بستنی مکالیستر ارسال. او فلش. مکالیستر کورنرها رو یه جور میزنه انگار اینجا آلمانه. آلمان یعنی چی نمی راکیتیچ اسم گلره؟ راکیتیچ که هافبک بارسلون بود. اگر این دریبل سر پای من میگیره. بابا نزنی توپ موپ ما رو. توپ موپ ما رو. رگ بگی. مربی منچستر سیتی من مرسی. بابا این تیم هم می‌خواستم تحقیر کنم نمیذارم. بودو داداش یه جو بودو اینو سگ برو تو سگ دنبالته. فیل فودن ارسال با بیرون پا. ارسال یه ضربه بود. ارسال به توی دروازه. پشتم یه بازیکن سر رامون. الینگا رو بیارم تو زمین مقابل تیم سابقش بازی کنه. آجی نیوکاسل قوی ها. هوا بارانی. بازی اول با رئال خدای بازی جذابی بود. والورده ساکا بابا خود ساکا بابا هندو گرفتیم. ژوانوز کارت زد گرفت هند شد. جالب قضیه. والورده بعد مدت های کاشته بزن برامون. والورده بابا کاشته زن دیگه ای داری؟ نه همون بابا بزنه. بذاره بالاتر لطفا که یه گل زیبا باشه. بده والورده بریم. تنظیم بات میکنه در برو. کاور شوت برگشتی رو دیدی؟ خودن حالا ارسال برگشتی. بابا نمیذارن. چجوری میشه هم خورد تیرک توپ برگشت رو دیدی؟ گل نمیخوره یارو. هند من بود. شوخی میکنی. توپ برگشتی گل میشد خدا شاهده بلند میشدم ها. بلند میشدم میرفتم آجی هم کاری نمیکردم. نقطه زن. مرسی حرکت. مرسی حرکت. ای بابا بابا هند دیگه. آقای داور آقای داور مکالیستر کورنر بزن هست. کورنر بزن یک تیم ارسال میکنه. نمیدونم من دیوانه هم دارم. از استیم خریدی یا اجاره کردی؟ داداش مگه ماشینه یا خونه مثلا رهن کردم داداش. رنت. هنده دروازه. بابا اون توپ برگشتی چرا گل نشد؟ حالا دایی داد 3 روز. اون توپ برگشتی. شلوغ کنید میگم النگو بیادا. نوید چرا کارت زد گره؟ بابا نوید رو بیا النگو رو داخل. گذر زمان داداش من دیگه به هر حال خسته هستم. پاکتا پاکتی
قسطی. To be a really good ball. آنتونی گوردون بازیکن خوبیه. ما بازیکن بهتری هستیم. Tackle. Now what? ما بهتریم. A chance now for a quick ساکا بودو transition. بابا. نه ساکا دهه. Still making forward progress. ساعت ده. Promising break. داری شماره 5 هم نیستی دونه چی 10 Good آخه. effort to stop the ball going out. گوردون هم دهه. همه ده ها. ده. Jay. آره دیگه رهنه دارش. James. This is a lovely spell on the ball. خب نوز اخراج شد. Could be مبارک خیلی ها. نوز اخراج شد. این هم به نشان اعتراض توپ زد بیرون. Put on the pass, goal kick. تعویضا چی شد؟ تعویضا کنسل شد الان چون دادش نوز اخراج شد. الان دلیلت واسه تعویض نکردن اینه که نوز اخراج شد. تو فدا ساعت دو تا هافبک میذارم به اسم سیمونز والورده اندازه 4 تا هافبک. 4 تا هافبک. نوز من نمیدونم چرا اخراج شد. 10 نفره شدیم بچه‌ها. لوکمن سیمونز با همین 10 نفره بردن هاست که در خاطره ها میمونه. ژاوی سیمونز. کاش سیمونز رو بارسا بخره. Newcastle making یونی توپیندن میاد تو زمین. short corner taken here. گاد دنبال چی؟ Quick to دنبال step چه هستی back. برادر؟ Well, they've been really good in possession and have created دریبل قرار بود نیماری باشه نه اینجوری. نفره احتمالاً ببازیم این بازیو. دیگه من رئال رو ببرم بیام من نیوکاسل ببازم که. Won't score without the ball, that's for sure. Need to get it back. گواردیول میخوره زمین یه بازیکنم با خودش میندازه زمین. آنتونی گوردون ما الان رسما 9 نفره بودیم. Save. کمی. آقا کمی. آقا کمی. Taken cleanly and held on to. دوناروما بلند لوکمن. Hasn't scored. خود لوکمن با کله. Victor Osimhen. لوکمن خطرناک این حمله آتشین میتونه باشه. لوکمن اون طرف النگا وای هند. And simple. آقا for the یه keeper to داور. just come and collect. النگا هند بود حرکتش. Gordon. گوردون هم این ما رو اذیت کرده. To see off the threat. حتی برادر Now, if they score from this, they'll surely win the game. جو بازی داره 0-0 میشه. من نمیفهمم اینقدر دادی موقعیت داشتیم ما. And the tackle spot. برو علنگو برو. یه گل دقیقه 90 از علنگو میبینیم یا نه؟ خود علنگو سرعت وحشتناک بالایی داره. همین چهره علنگو. ارسال موقعیت اون طرف. لوکمن کنترلش خوشگله. لوکمن میفرسته هند. کاشته کرنر پنالتی. To keep it. Does well there under pressure. آهنالات خریداری. Over to Alex Scott now because she's got a goal at Anfield to report. Yes, another goal for عالی. حرکت بعدی با ژاوی سیمونز شروع شده. ژاوی سیمونز هند. یا حضرت عباس کاشته. دقیقه 90 مسی رو بگید بیاد. توپ مستقیم میرسه به فده والورده. هیچ بازیکنی جز فده والورده پشت این توپ نیست یا هست. شاید هم هست. شاید هم هست. چند بازیکن پشت توپ قرار گرفتن. کدام از آنها خواهد زد؟ دقیقه 90 پنالتی رسما. فده والورده میزنه. A bit of a gamble to have a go from there, but it very nearly worked. It did, and that's a great طرز effort down عجیبی. from there. Just گل shows نشد. confidence, and that doesn't miss by much. باورم نمیشه. And that's it, all over here, and the tall به corner بازی بود و is a بدون fantastic گل تموم شد. and the impact that it had on the game. پپ گواردیولا Certainly changed the game. They just couldn't بازی break them پر down موقعیتی in terms of بود. ببین چند تا شوت من زدم تو این مسابقه حاجی. من مچ فکتش 13 تا شوت زدم. مرسی خیلی حاجی. ما واقعا بازی جذاب بود. آقا برای هر کی ویدیو رو تماشا کنید لذت برده باشین. لایک ویدیو فراموش نشه. بقیه ویدیوهاش الان دست این کلی ویدیو بالا کانال ما هست. امیدوارم از دیدن این قسمت کریر میلان لذت برده باشین. بازی‌های خفنی داشتیم مخصوصا بازی اول که با رئال بود. دمتون گرم دیگه بچه‌ها. لایک ویدیو فراموش نشه و بقیه ویدیوهاش الان دست این دیگه لایک بزنید. پیس اوت.